از اول ماه دکبر تا فوریه کشاورزان مملکت برای نابود نمودن حشرات ضرررسان و کسالی‌ها باید تدبیر یخابمانی انجام دهند، چون که در همین دوره حشرات ضرررسان و کسالی‌ها در حالت آرامی قرار داشته یخابمانی در چنین لحظه‌ها منفعت بخش میباشد. چنین توصیه می‌دهد دیرکتور انستیتوت باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان دکتر علم‌های کشاورزی حکمت‌الله نظیرов با کشاورزان مملکت. با ذکر نام برده اهمیت یخابمانی از آن عبارت است که آب در بیخ درختان ذخیره شده کسالی‌های خاک و هر گونه حشرات نابود می‌شوند. اینچنین شوری خاک کم شده زمین بهتر نم می‌کشد. دوره گلکنی درختان میوه‌دهنده از جمله بادام و زردآلو به قفا پرتافته می‌شود. اینچنین امکان می‌دهد که درختان از سردی‌های ناگهانی بهاری امین مانند. وقتی که دوره خنکی ناگهانی فصل بهار گذشت سپس در آغاز گلکنی میتوان حاصل خوب و با صفت به دست آورد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 26 دکبر سال 2019 در پیام سالانه خود به مجلس عالی دایر به یخابمانی سخن کرده ابراز نمودند که باید دهقانان به این مسئله دقت مخصوص ظاهر نموده سری وقت به زمین‌ها یخاب مانند، زیرا یخابمانی منفعت زیاد داشته درختان را از گلکنی بر وقتی پیشگیری می‌نماید. دوره از ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند امسال در شهر و ناحیه‌های جمهوری در 27562 گکتار زمین باید یخاب مانده شود. تا 4 دکبر سال روان در 4260 گکتار تدبیر یخابمانی انجام یافته است که با 15% اجرای دورنما برابر است. سلامتی هر فرد از سطح خوبی خدمترسانی طبی، تشخیص پوره‌ای و سری وقتی و تعیینات درست طبیبان وابستگی کلان دارد. راه‌اندازی نمودن نظام ثمرناک خدمترسانی سطح اولیه طبی در مملکت، رعایت ترتیب خدمترسانی طبی، از بین بردن زیان و خوف به حیات بیماران هنگام رسانیدن کمک طبی، تشخیص کسبی عمیق و مشخص بیماری، تعیینات دارویی به خصوص پیشگیری کردن تهیه داروخطهای به اصطلاح فرمایشی و وادارسازی بیمار برای خرید دارویی از داروخانه‌های معین ضرور میباشد. این مطلب را 9 دکبر ضمن برگزاری اجلاس 4 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بیان نمودند. طور خبرنگاری اگنتی خبر خبر می‌دهد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اجلاس توجه اعضای مجلس ملی رو به یک قطار مسائل‌های حل طلب که وقت‌های اخیر باعث مراجعت‌های زیادی شخصانی واقعی و حقوقی گردیدند جلب نمودند. از جمله عاید به مسئله حفظ صحتی شهروندان و سالمی جامعه ابراز نظر کرده در این رابطه کمیته مجلس ملی عاید به مسائل‌های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان عهده‌دار گردید که با مقصد تکمیل نظام قانونگذاری در ساحه تندرستی اینچنین بلند برداشتن مسئولیت خدمتی و کسبی طبیبان و کارمندان میانه ساحه طب مسئله‌های ذکر گردیده را یکجا با ساختارهای مربوطه دولتی آموخته تکلیف‌های اساسناک منظور نماید. یادآور می‌شویم که در اجلاسیه 4 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه‌های قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره دستور مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره شورای علمی مشورتی نزد مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره کانسپسیای رشد مناسبت‌های بین پارلمانتی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره نظامنامه دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و یک چند سندهای معیاری حقوقی که با مقصد تکمیل دادن فعالیت مجلس ملی و مقامات آن تهیه کرده شدند بررسی و از روی آنها قرارهای دخلدار قبول نمودند. میان شرکت‌های دولتی خصوصی و خارجی در ساحه استحصال مال، اجرای کار و خدمترسانی رقابت سالم به نظر می‌رسد و یکی از عامل‌های چنین حالت کم فعالیت ساختارهای دخلدار عاید به تنظیم مناسبت‌های بازاری به حساب می‌رود. چنین ابراز نمودن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن اجلاسیه 4 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که 9 دکبر در شهر دوشنبه برگزار شد
مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی ضمن اجلاسیه چهارم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که 9 دکبر در شهر دوشنبه برگزار شد طوری خبرنگاری اگنتی خبر خبر می‌دهد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی با توجه به نتیجه تحلیل وضع بازار داخلی ابراز عقیده نموده به مسئولین عاید بر رفع کمبودی‌های جای داشته دستور سپارش‌های مشخص دادند. در این رابطه کمیته‌های مجلس ملی عاید به اقتصادیات و کمونیکاسیا عاید به تأمین اساس‌های کنستیتوسیونی حقوق مجلس ملی را به یک قطار مسئله‌های حل طلب که وقت‌های اخیر باعث مراجعت‌های زیاد شخصانی واقعی و حقوقی گردیدند جلب نمودند.